سلام دوستان، با آموزش ساخت وای فای چنل در خدمتتون هستم. ما برای ساخت این دستگاه که می‌خوایم بسازیم به ماژول نود MCU نیاز داریم که لینک خریدش رو تو دیسکریپشن قرار میدم از سایت نسبتا معتبر. خب حالا ما نیاز داریم به فایل وای فای جمع. من این فایل رو داخل دیسکریپشن قرار میدم، روش کلیک میکنیم، دوباره کلیک میکنیم. اینجا دو تا درایور مختلف هست، یه دونه درایور 64 بیتی، یه دونه 86 بیتی که با توجه به سیستم عامل خودتون 86 بیتی یا 64 بیتی رو نصب میکنید. این سیستم عامل ما 64 بیتی 64 بیتی نصب میکنیم، روش کلیک میکنیم. نیکست. فایل که من قبل نصبش کرده بودم سریع انجام شده فرم، وگرنه برای شما طول میکشه. رو فینیش میزنیم. ما برای فلش فیلمور ماژول آیسی ماژول نود MCU به نام ESP فلشر نیاز داریم. روش کلیک می‌کنیم. داخل نرم افزار الان اگه ما ماژول متصل کنیم پورت 6 میاد، خودکار پورتش انتخاب میکنه. اگه دیسکانکت هم کنیم که پورتش قطع میشه، دیگه عوض میشه. از داخل کانفیگ روی گزینه چند پنده کلیک میکنیم. فایل ESP82 66 فلش رو فایل ESP82 66 رو انتخاب میکنیم، روی اوپن میزنیم. ادوانس اینجا توجه کنید روی 4 مگابایت خودکار، روی 4 مگابایت هم اکثرا کار میکنه. اگه برای شما فلش میاد کار نکرد بذاریدش رو 8 مگابایت. حالا در قسمت فلش میریم، روی گزینه فلش کلیک میکنیم. من ویدیو رو قطع میکنم ماژول فلش بشه. خب ماژول فلش شد، وارد صفحه گوگل کروم میشیم. در این قسمت آی پی ماژول 192 نقطه 168 نقطه 4 نقطه 1 که حالا ما وارد میکنیم. به وارد صفحه اتک ماژول بشیم، ماژول نود MCU. اینجا یه پیغام میاره که برامون شرایطش رو قبول کنیم. بالا هم لینک گیت هاب صفحه سازنده این سورس کد میاره که فایل جالبی هم هست، دانلودش میتونید نگاه کنید که انشالله به زودی آموزشش رو ببینید داخل چنل. کلیک میکنیم روش. اینجا برای ما داخل لیست هیچ نمایش نمیده، رو اسکن میزنیم تا وای فای اطراف رو اسکن کنه. اینجا لیست وای فای که و سیگنالشون چقدر و اینا رو برامون میاره. حالا من وای فای خودم انتخاب میکنم که برای کسی مزاحمت ایجاد نشه. روی سلکت میزنیم. برای دیسلکت کردن که دوباره رو دیسلکت میزنیم. اولی گزینه اول وای فای رو مختل میکنه، نمیذاره گوشی موبایلتون یا هر دیوایس دیگه‌تون وصل بشه به وای فای. ما رو گزینش کلیک میکنیم، دوباره روش و ادامهش میریم داخل موبایل نمایش میدیم. داخل موبایل همونطور که مشاهده می‌کنید فایم قطع و وصل میشه و خودکار خود موبایل سویچ میکنه رو وای فای دیگه. حالا موبایل اگه مثلا دستگاه کارت خارج باشه کلا مختل میشه کار کردش. حالا ما حمله رو حالت استارت در میاریم، استاپش میکنیم.
اینجا رو گزینه اند رندوم کلیک میکنیم، برای ساخت وای فای فیک استفاده میشه. خودش یه سری وای فای فیک برامون درست میکنه، همونطور که با مشاهده میکنید. گزینه دوم کلیک میکنیم. و الان بتونید مشاهده کنید که بله، داخل این قسمت بله میام اسکن بامون بسیاری وای فای فیک درست میکنم. میتونید اسمش هم تغییر بدید خودتون، وای فایی که میخواید. این قسمت میتونید دیلیت کنید، خودتون وای فای بسازید. ممنونم از اینکه تا اینجا آموزش با ما همراه بودید. این گزینه سوم حقیقتا من خودم نمیدونم چیه، میتونید به سایت سازنده مراجعه کنید و ببینید چیه. تا آموزش های بعدی و ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.